خب دوستان با من همراه باشید. این دوستمون اومده سنگ شانسی انتخاب کنه و ببینه شانسش چطوره. سنگا رو بررسی میکنه و 2 سنگ رو میخواد انتخاب کنه که براش برش بزنیم و ببینیم داخل سنگ چیه و شانسش چطوره هستن. خب با من همراه باشید، بریم براش برش رو انجام بدیم و ببینیم شانس این دوست عزیزمون چطوره. دستگاه رو روشن میکنیم و میریم سراغ برش اولین سنگ. یه دقیقه خورده میلنگه ولی اشکالی نداره. سنگ خیلی راحت داره برش میخوره. ظاهرا بایستی سنگ خوبی باشه ولی بازم تا آخر ببینیم که چی هست داخلش. خب بریم داخلش رو ببینیم و بله متاسفانه کوارتز فشرده. شانسش روی اولی زیاد جالب نبود. بریم دومی رو برش بزنیم براش. اینم داره راحت برش میخوره. کوالیتی 100% نیست چون سنگای خوبه وزنشون بالا با توجه به ابعادشون. این اول خودم یک ذره میبینمش. یکم خوشگل تر از قبلی است. دیگه اصلا ناراحت شد، دیگه سنگا رو نشون نمیده. ببینید یه سنگ کوارتز فشرده که بیشتر به آمیتیس میخوره و وسطش هم عقیق سلیمانی. اینجا قشنگ بهتون نشون میدم. سنگ قشنگیه. حالا چون ناراحت شد پکر شد، یه سنگم خودم انتخاب کردم براش. گفتم که به جای سنگ اولی که خوب در نیومد اینو براش برش بزنم. سنگ فوق‌العاده قشنگی داشت. بریم داخلش رو نگاه کنیم. اینم یه خورده سخت‌تر از قبلی‌ها داره برش می‌خوره. احتمالاً سلیمانی باشه ولی باید جذاب باشه. بعد برشش تموم شد. همونطور که حدس زده بودم یه سلیمانی فوق‌العاده قشنگ. سنگ خوشگلیه. سلیمانی به همراه پارس فشرده و وسطش هم که عقیق. خیلی قشنگه.